توی این چند هفته که اینترنت خیلی ضعیف شده، خیلی از فیلتر شکن رایگان کار نمیکنه و برخیا میرن سراغ فیلتر شکن‌های پولی. اما توی این ویدیو بهتون میگم که نیاز نیست به سمت هیچ فیلتر شکنی پولی برید. توی این ویدیو این فیلتر شکن رایگانی که الان میخوام بهتون معرفی بکنم خیلی بهتر از هر فیلتر شکن پولی دیگه است. چرا که این فیلتر شکن رایگان دارای 7 سرور آی پی ثابت از کشورهای مختلفه که شما با اتصال به هر سرور از این کشورهای مختلف میتونید خیلی راحت وارد شبکه‌های مجازی بشین و لذتشو ببرین. این فیلتر شکن رایگان بدون تبلیغات، بدون قطعی و بدون محدودیته و خیلی هم امن هستش که شما میتونید از گوگل پلی اینو دانلود بکنین و نصبش بکنین. خب بعد از اینکه شما دانلود کردین و نصب کردین، اینجا این گزینه لوکیشن رو روش کلیک میکنین. اینجا میبینین که 7 سرور از کشورهای مختلف داره و با اتصال با هر کدوم از اینها خیلی راحت میتونین به اینترنت متصل بشین. مثلا من ندرلند رو میزنم، وقتی که پرچم هلند رو اینجا نشون میده یعنی اینکه به فیلتر شکن متصلید و راحت میتونید وارد شبکه‌های مجازی بشین. بر فرض مثال من یوتیوب باز میکنم، میبینید که خیلی راحت سریع یوتیوب برای من آورد. خب دوباره من اینو قطع میکنم و با یه سرور دیگه امتحان میکنم، مثلا یونایتد کینگدام. کانکت رو میزنم و میبینید که چقدر راحت وصل شده. ببینید این پرچم یونایتد کینگدام رو به من نشون داد. دوباره وارد یوتیوب بشم، میبینید که چقدر سریع و با سرعت برای من یوتیوب رو میاره. این فیلتر شکن بدون محدودیت مثل ویندسکرایب، اصلا مثل ویندسکرایب نیست که شما باید با هر جیمیلی که میسازید 10 گیگابایت فقط دریافت بکنید بعد متصل بشین به فیلتر شکن. این فیلتر شکن رایگان بدون محدودیت و کاملا امنه. خب دوستان، بریم سراغ معرفی فیلتر شکن. وارد گوگل پلی میشین. وقتی که شما وارد گوگل پلی شدین، سرچ میکنین هاید می. این آیکون همون فیلتر شکنیه که بهتون گفتم، هاید می وی پی ان د پرایوسی گارد، که حدود 1 میلیون نصب هم داره. اینم یه فیلتر شکن رایگان عالی و درجه 1 بود که تو این ویدیو بهتون معرفی کردم. اگه سوالی داشتین از نحوه اتصال به این فیلتر شکن تو کامنت ها حتما ازم بپرسین. تا ویدیو بعدی، بدرود.